و انسان‌هایی هستند که تمام وجود خود را تقدیم خداوند می‌کنند تا خوشنودی او را به دست آورند، حالان که خداوند بزرگ بر بندگانش بسیار مهربان است. ای کسانی که به حقایق ایمان دارید، همگی خالصانه به راه تسلیم و اطاعت وارد شوید و پا جای پای شیطان مگذارید، زیرا او برای همگی شما یک دشمن واقعی است. و اگر به لغزش و خطا افتادید، آن هم پس از آن که حقایق روشن را دریافتید، بدانید بر ما ضرری نیست، زیرا خداوند پیروز و حکیم است. آیا اینان منتظر آنند که خداوند با فرشتگانش زیر چتری از ابر آسمان بیایند و کار یکسره شود؟ بدانید که خداوند مرجع همه کارهاست.